خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. به کشور عزیز ایران خوش آمدید. به کشوری که مهد فرهنگ، تاریخ و تمدنه. شما در سرزمینی قدم میزنید که حلقه ارتباطی بین جوامع در اون فرهنگ تعریف شده. فرهنگی که برگرفته از یک تاریخ و یک تمدن ارزشمند هست. مهد این فرهنگ و تاریخ و تمدن استان همدان است. استانی که انشالله تشریف بیارید. ما میزبان شما هستیم. حتما در این فضایی که تشریف خواهید آورد خواهید دید که در زمینی قدم خواهید زد که همواره فرهنگ در طول تاریخ زنده بوده، داره کار میکنه. همین الان در محوطه تاریخی حکمتانه ما بعد از 3500 سال زندگی در جریان هست و داره مردمان در اونجا کار، تفریح و تلاش میکنن برای حرکت در زندگی خودشون. خیلی از دیدن شما خوشحال شدم. امیدوارم که با این ارتباطاتی که در حوزه فرهنگ همکار عزیزم جناب آقای ابوالفتحی عزیز و سایر عزیزان دارن تلاش میکنن بین ملت ها رو با فرهنگ ارتباط بدن، کار بسیار ارزشمند، کار واقعا فاخری هست. ما شهرمون منتسب به نام پایتخت تاریخ و تمدن هست، یعنی جایی که دیگه سرگل همه این زحماتی که مردمان قدیم کشیدن و ما به اینجا رسیدیم. امیدوارم که از همدان دیدن بکنید. همدانی که دارای صنایع دستی ارزشمند هست، دو شهر جهانی لاله‌جین برای سفال و شهر جهانی ملایر برای مبل و منبت، شهرهای ملی که شما قطعا خواهید دید در آثار هنرمندان ما که با فکر و ذهن و ایده خودشون محصولاتی رو از خاک، از آهن، از چوب و از هر آن چیزی که پیدا میکنن محصولی رو تولید میکنن که بشر بهش افتخار میکنه. محصولی که نامش صنایع دستی است. ارتباط بین روح انسان و حرکتی که در زندگی خودش داره. دعوت میکنم از شما حتما شهر جهانی لاله‌جین ما رو سر بزنید. حتما ظرافت روح مردمان رو در اونجا ببینید. حتما به شهر جهانی ملایر ما سر بزنید. حتما دست ساخته های مردمان اونجا رو با چوب ببینید که یک هنرمند چگونه میتواند با روح و روان خودش با چوب کار بکنه و یک محصول خلاقانه رو ایجاد بکنه. شما به شهری انشالله سفر خواهید کرد که از همه چیز مملو است، از فرهنگ، از تاریخ، از تمدن، از صنایع دستی، از مردمان بسیار میهمان نواز، از میراث ناملموسی که در حوزه غذا، در حوزه پوشاک و در همه حوزه ها این مردم دارای ذوق و سلیقه بودن. البته اینم بگم که ایرانی همین این خصوصیات رو داره، همه ایرانیان این خصوصیات رو دارن و این رو هم بالاتر بگم که همه منطقه این خاورمیانه انسان‌های ارزشمند، فرهنگی و فرهیخته رو درون خودش جا داده و این فرهنگ همه ما رو به هم وصل کرده. بسیار خوشحالم از دیدار همه شما. خودتون رو ویژه تشویق بفرمایید.